بابا بزرگ از این خاطراتی که تالا برامون تعریف نکردی و تعریف بکن. ما که نمیتونیم اینو بخونیم. وای فکر کنم جنگ اونجاست. بذار به دلمن زنگ بزنم شمارش تو بیوشه. عدشو بعد میفرستم ساعت 3:30 و نصف شب بیا خونم بهم بده. کجا میری؟ تو خود بخواد دقلبازی در بهت نقطه رو بکشی بالا میگیم لهت میکنی. نه نگران. بابا نادم از با این چاقو بزنم پارست میکنم. کامل تمامش کردم. مسیرم مشخصه ناش. سلمل بگو آماده بزن. همه تو دم کردیم. الان آماده ایم بیا بیفتیم. حتی ها رو صدا کن بگو بابا هم بیاد. اینجا که بومبسته که خوب ببینم. آره چرا باید بومبست باشه؟ عجیبه. من برمیگردم. بابا به نظرت نقطه کجاست؟ با هر دویشی گستم نبود حتی کیفم هم گستم. اشکال نداره یه بار دیگه کیفت رو چک کن حالا. باشه بابا چک میکنم ببینم چیزی توت هست یا نه. اگه این چه؟ بابا چیزی توت نبود پیدا نکردمش. میخواید من برم که خونه رو بگردم؟ باشه برو ولی زود بیا لفتش ندی ها. باشه؟ اگه به نظر خود بزرخور قایمش نکرده اسمی خوده باید نیست. نه بابا خیلی طول استاد میریم تو خونه. وای بزرخور داری چی کار میکنی پیداش کردی؟ نه من همه جای گشتم ولی پیداش نکردم. حیف که نمی هستی بزرخور آدم میزدمه. واقعا چه کاری چه دوزی من نگویدیدم من اصلا نمیدونم من به کوچولوی من از خودم بایتون اومدم چرا باید بدویدم؟ احتیاط رو باید دوست تخور تو نقصه دوزیدی خونه رو به روی دوربین داره میتونیم بریم چک کنیم اگه چیزی بایسته. ببخشی کوچولو داده اذیت شدی. نه بابا این حرفا چیه اذیت نستم. ای دسته بزرخور حالا ناله بزرخور باز من میرم اتاقای دیگر بگرم حواست باشه فضا نکنه ها. باشی بابا هوا جمع هست به بزرخور برو راحت باش. سلام بزرخور. واقعا عجیبه ها من همه اتاقای گشتم حتی کمودم گشتم ولی هیچی پیدا نکردم. آره بزرخور بعد منم گفتم آره تو راست میگی. چیه اومدم بله مرموی برق.